در یک معبد باستانی، نور خورشید به آرامی از سقف وارد می شود و دودی در فضا شناور است. در وسط معبد، تابوتی کهن قرار دارد. سکوت کامل است. نور شمعی که در کنار تابوت قرار دارد، به آرامی درخشان می شود. همه چیز در تاریکی دنباله‌دار است. دو مومیای کوچک با چشمانی بزرگ با حیرت زده در کنار تابوت ایستادند. آنها شگفت زده و کنجکاو هستند. یکی از مومیایی‌ها با یک شمع در دست، در حال کاوش در اطراف است. نور شمع فضای معبد را روشن می کند. مومیای دیگری در حال نگاه به چیزی در دوردست است. چشمانش برق می زند. مومیای کوچک با گوشی موبایل خود عکس‌هایی از محیط را می گیرد. ماشین لوکسی از کنار مومیایی‌ها می گذرد و آنها با تعجب به آن نگاه می کنند. یکی از مومیایی‌ها در حال فریاد زدن است. یک شمع در کنار او قرار دارد. ماشین لوکس کنار مومیایی‌ها متوقف می شود. آنها از شگفتی به آن نگاه می کنند. یکی از مومیایی‌ها با چشمان پر از حیرت به ماشین می‌نگرد و دیگر مومیایی‌ها نیز آن را دنبال می‌کنند. در گوشه‌ای از معبد، یک مومیای دیگر در حال جستجوی چیزی در اطراف است. مومیایی‌ها به هم نگاه کرده و به سوی چیزی در دوردست اشاره می‌کنند. در خیابانی شلوغ، مومیایی‌ها با حالتی عجیب در حال راه رفتن هستند. مردم به آنها نگاه می‌کنند. یک تاکسی با طراحی عجیب از کنار مومیایی‌ها می‌گذرد. آنها سرشان را به سمت آن می‌چرخانند. یک کودک از مومیایی‌ها می‌ترسد و پاهای خود را در تلاش برای فرار می‌کشد. یکی از مومیایی‌ها با خوشحالی دست‌های خود را به آسمان بلند می‌کند. مومیایی‌ها در خیابان‌های شلوغ به دنبال چیزی می‌گردند. درختان و ساختمان‌ها اطراف آنها را احاطه کردند. یک مرد مسن به آرامی از کنار مومیایی‌ها راه می‌رود و آنها نیز به سمتش نگاه می‌کنند. مرد مسن با لبخند به مومیایی‌ها نگاه می‌کند. او در حال گفتن چیزی به آنهاست. مومیایی‌ها به سمت مرد مسن می‌روند و او را به آرامی می‌گیرند. مرد مسن در اتاق خود نشسته و با یک لبخند از مومیایی‌ها استقبال می‌کند. او به راحتی در حال زندگی است. مرد مسن با مومیایی‌ها روی مبل نشسته و همه در حال خوشگذرانی و گفتگو هستند. آنها یک لحظه شاد را تجربه می‌کنند.